به نام خدا، سلام خدمت همه اون عزیزانی که این ویدیو رو تماشا میکنن. همراه ما بودند، هستند و خواهد بود. هادی چوپان هستم، اهل کشور ایران، از شهر شیراز، متولد 4 مهر ماه 1366 و بدنسازی رو از سن 13 سالگی شروع کردم به صورت حرفه‌ای و امروز به عنوان یکی از ابرقدرت‌های قهرمانی ورزش پرورش اندام دنیا در خدمت شما هستم و امیدوارم که این برنامه رو ببینید و لذت ببرید و در آینده خاطره‌ای برای همه ما باشه. هر کسی در این دنیا باید برای اون شغلی و اون هدفی که داره و اون چیزی که توی خواسته ها و آرزوهاش هست از خودش یه قهرمان بسازه. قهرمانی فقط در ورزش نیست که اون کسی که در ورزش صاحب مدال یا مقام میشه بهش بگی قهرمان. خیلی ها هستن مثل پدرها، مثل مادرها، مثل برادرها و خواهرها در زندگی و در اون شغل و حرفه‌ای که هستن مثل یک قهرمان برای خانواده هاشون در تلاش هستند. زندگی ورزشی یک زندگی و یک فرهنگ و یک سبک که متفاوت هست که خارج از تمام فرهنگ اجتماع یک اجتماع خیلی بزرگ و یک فرهنگ برجسته‌ای داره توی سطح دنیا انسان‌ها در جهان. قهرمان ها زمانی که وارد دنیای قهرمانی میشن و صاحب مدال و سبک میشن و معروف و محبوب میشن، یک بار خیلی سنگینی رو به دوش میکشن و باید شبانه روز برای این که پیشرفت کنن تلاش کنن. تلاش قهرمانی نسبت به تلاش‌های کسان دیگری در زندگی که اختیار خودشون رو دارن و استراحت و زمان خودشون رو تقسیم بندی میکنن فرق میکنه. یک قهرمان 24 ساعت روز در تلاشه که قهرمانی‌هاشو تکرار کنه و برای قهرمانی‌هاش و جایگاهش و رنگ مدالش تلاش‌هاش رو بیشتر و روزافزون‌تر کنه و قدرتش رو بیشتر کنه. قهرمانی مثال اینه که یک پرنده باشی توی آسمون و برای اوج گرفتنت و ارتفاعت که بتونی دنیا رو چقدر کوچکتر ببینی باید بلند پروازی تر باشی. پس همیشه قهرمان زندگی و روزمره خودتون باشید. خب شما دارید راجع به یکی از بزرگترین مجموعه و رشته و نام ورزشی کره زمین صحبت میکنید. آقای المپیا یا همون مستر المپیا. مستر المپیا همه فکر میکنن که آخر همه ورزش ها المپیک هستش و ما ورزشی بلندتر از المپیک نداریم. اما چرا؟ خیلی از ورزش ها و سبک های ورزشی هست که خیلی فراتر از ورزش های المپیک هست و خیلی بزرگتر و سختتر از ورزش های المپیکی شناخته شده و شناخته شده هست. مثل المپیا یک ورزشی هست که آرزوی تمام تناسب اندامکارهاست که به این درجه برسن و نام خودشون رو توی بهترین و برجسته ترین تناسب انسانهای دنیا و ابرقدرت جسمانی و عضلانی دنیا خودشون رو دوئل بکنن. ورزش مثل المپیا جایی که آرزوهای بیش از 500 میلیون نفر در کره زمین همراهی و ورزشکار داره و بعد از ورزش فوتبال دومین ورزش محبوب کره زمینه. مثل المپیا یک خاطره و یک آرزویی است که تمام ورزشکارهای پرورش اندام دوست دارن یک روز روی اون سکو باشن و روی اون سکو نمایش ایجاد بکنن، زیرا که اون کسی که توی مثل المپیا و روی سکو مثل المپیا هست، چه اون کسی که آقای المپیا میشه و چه اون کسی که صاحب مدال و تاپ 5 و تاپ 10 نمیشه، اینها المپیایی حساب میشن، زیرا بهترین های دنیای خودشون و رشته خودشون و زمان خودشون هستن. مثل المپیا جایگاه برترین هاست. خب همونجور که در اطلاع هستید، امسال 6مین سال پیاپی هست که من در مثل المپیا حضور دارم و تاپ 3 مثل المپیا هستم. همونجور که همه دیدید پارسال
به چیزی باور نکردن در زمزمه من جایگاه من تغییر کرد و این رو پای تقدیر میزنیم، یا جایی من کمکاری گذاشتم، یا که نقطه ضعفی داشتم، یا اینکه جایی عقب بودم. امسال تمام اون اشتباهات رو جبران کردم و برای این مثل المپیا با تمام توان و قدرت میاییم و جایگاهمون رو میگیریم. اولی حق ماست. خب همه دنیا میدونن که ایران یک کشور خیلی بزرگ و در سیاست مورد مشکلاتی با کشورهای همخوی خودش داره و این سیاست مخرب به ورزش ما آسیب خیلی زیادی وارد کرده که ما ورزشکاران زمانی که میخوایم برای رسیدن به هدفمون و قهرمانیمون و مدالمون و افتخارمون و هوادارانمون توی سطح دنیا برسیم، به سد و دیوار خیلی بزرگ و محکمی به نام ویزا میخوریم. برای رسیدن به آمریکا و رسیدن به مثل المپیا تمام ورزشکاران ایران، نه تنها هادی چوپان، مورد ضرب و شتم در گرفتن ویزا میشن. شکنجه‌ای که استرس گرفتن ویزا برای یک قهرمانی که 24 ساعت زندگیشو صرف ورزش و تناطب اندامش کرده و تمام سالیان سالش از تمام خوشی‌ها، جوانی‌هاش، عشق و حالش، صفا و خانواده‌اش میگذره که بتونه در یک روز یا 2 روز در چند دقیقه تمام این زحمات یک سالش رو روی سکوی مثل المپیا، روی سکویی که آرزوهاش بوده و خاطراتش رو میخواد به جای بذاره، به نمایش بذاره. متاسفانه سد بزرگی جلو ما هست به نام ویزا که این سد سخت‌تر از گرفتن مقام مثل المپیا واسه ما هستش. خب من هر سال که میخوام که به آمریکا برسم باید که استرس و چالش‌های خیلی زیادی رو به خاطر گرفتن ویزا به دوش بکشم و به خاطر اینکه وارد سفارت‌ها بشم به کشورهای دیگه باید سفر کنم و چندین روز در رژیم‌های سخت و طاقت فرسا و هزینه‌های هنگفت منتظر صدور ویزا باشم. امیدوارم که به زودی نتیجه تمام این زحمات رو بگیریم و خستگی این همه استرس و چالش رو از تنمون بیرون کنیم و این مسئله سیاست ویزا برای تمام مردم دنیا برطرف بشه، الخصوص ورزشکاران قوی ایران که بتونن به راحتی و به سلامتی و بدون چالش و استرس به هدفشون برسن و توی دنیا کنار هوادارانشون مثل یک خواهر برادر، مثل یک هم خانواده به همدیگه لذت و عشق و صفا و صمیمیت ببخشن و افتخارات و شادیشون رو با همدیگه تقسیم کنن به امید روزهای خوب. یه توصیه و نصیحت صمیمانه برای تمام هواداران و تمام اون جوانهایی که وارد سختی‌ها و چالش‌های زندگی میشن دارم که صبر 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 تنها تجربه سنگینی هست که میتونه شما رو به اوج آرزوهاتون برسونه و به قله‌های بالا برسونه. هیچ وقت در زندگیتون اول راه و اول کارتون خسته نشید و کنار نکشید و همیشه کمی صبر کنید، کمی بیشتر صبر کنید و بیشتر تلاش کنید. اشتباه به آدم تجربه هایی یاد میده که شما بتونید آیندهتون رو به بهترین شکل بسازید، مخصوصا در ورزش. اگر یک روز در ورزش پا قدم سکو و استیجی شدید که به اون نتیجه دلخواهتون نرسیدید، از اونجا خداحافظی نکنید، صبر کنید، تلاش کنید بیشتر بیشتر و با صبر به قله هایی میرسید که هیچ وقت فکرشو نمیکردید. هر کسی، هر شخصیتی در هر درجه و مقامی که باشه، در هر سطح و سوادی که باشه و هر قدرت درونی و بیرونی که داشته باشه و هر ثروتی که داشته باشه، یک الگو و یک استاد و یک مشوق و یک الهام بخش در زندگیش داشته. من مثل همه شما روزگاری در دوران کودکیم عاشق کسانی بودم که
بهترین های آن زمان در ورزش پرورش اندام که رشته دوست داشتنی من بود. آرنولد و رونی کولمن و امثال اونها کسانی بودن که به من اون الهام بخش رو و اون الگو رو وارد کردن که بتونم توی اون رشته و اون سبک به اوج و به قله‌اش برسم. خیلی ها هستن که برای شما میتونن یک الهام برای سربلندی زندگیتون باشن. حتی اگه خودتون یه الگو باشید، باید یه الگو خیلی خوب باید داشته باشید. خب امسال توی مس المپیا هدف ما فقط قهرمانیه، چون که توی این 12 ماه فقط برای قهرمانی تمرین کردیم. هر نقطه ضعفی، هر اشتباهی بوده برطرف شده و برطرف کردیم با کمک دوستان، با کمک مربیمون، با کمک اسپانسرها و همه کسانی که همراه ما بودن. امسال سال قهرمانی ما است و به امید خدا جایگاه خودمون رو دوباره ثبت میکنیم. همیشه توی مسابقات در هر رشته، در هر جای دنیا فراشیب هایی هست، بالا و پایین هایی هست. بعضی اوقات قهرمان هایی به سکوهایی میرسن که حقشون نیست و از دیدگاه هواداران و از دیدگاه خود قهرمان جایگاه بالاتری رو میتونسته داشته باشه. اما در دنیای داوری نمیشه دخالت و نظر داد. چشمایی که در درون داورها دیدگاه روی سکوی مس المپیا رو دارن رو نمیشه تحریک کرد با اون چیزی که توی ذهن هوادارا و خودت هست. به هر صورت هر قهرمانی خودش رو بهترین میدونه و ما اون چالش رو میپذیریم که بهتر بشیم و بهتر بیاییم و بهتر برویم. به خاطر همین سعی کردیم که اشتباهات رو جبران کنیم و اون سال گذشته رو به پای تقدیری بزنیم که وابسته به ما نبود و اون قهرمانی رو به صاحبش باز تبریک میگم. امسال سال ماست. امروز توی دنیای ما نباید چیزی به اسم نجات پرستی باشه. همه ما انسان هستیم، خارج از این که رنگ پوست و شکل صورت و بدن ما به چه شکل هست. ما در کار خدا هیچ دخالتی نداریم و سازنده و نقاش تمام انسان و جهان خداوند است و ما انسان ها همه خواهر و برادر و یک نژاد و یک خانواده هستیم. چه در ورزش چه در چیزهای دیگه هیچ وقت نجات پرستی رو درون خودمون جای ندیم و در هر کشوری و در هر جای کره زمین که هستیم به هم نوعان خودمون احترام قائل بشیم. امروز در ورزش خیلی رقابت‌ها به خاطر صد این که این کشور از اون کشور یا من از تو یا اون از این بهتر هست. من اینو به شما توصیه میکنم که اهل هر کشوری هستید، اهل هر تمدن و مذهبی که هستید، در اولویت انسان هستید و آدمی زاد و همه یکی هستیم و از یک خانواده و یک نژاد هستیم و همدیگه احترام بذاریم و احترام همدیگه رو دوست بداریم. یا حق.